حتی اونایی هم که بادمجون دوست ندارن عاشق این ساندویچ میشن. وای منم بادمجون بدم میاد، این خیلی خوبه. بادمجون میخوایم باید لامپی هم باشه. سس این ساندویچ خیلی خوشمزه است. گوجه فرنگی، 2 حبه سیر و آبیشن خشک. 2 تا دونه مرغانه میخوایم. هم میزنیم تا اصالت لختگی کامل در. یه ذره فلفل سیاه و نمک بهش میزنیم، بوی ذوقشو میگیره. یکی ساندویچ برات درست کنم فریات بشم من دلار جان. برو سسو بذار تو یخچال تو خنک بشه.